یه انتخاباتی پیش میاد 20 میلیارد 30 میلیارد 50 میلیارد تومان میذارن تو جیبشون، راه میفتن همه عرصه ها رو میخوان در اختیار بگیرن، رسانه میخرند، قلم میخرند، حنجره میخرند، آدم میخرند. کجا قراره برید؟ آمین میدون سپاه. اونجا چه خبره؟ اونجا آقای احمدی نژاد بود. آقای احمدی نژاد رو چقدر میشناسی؟ هیچی، فقط میدونیم که رئیس جمهوریم. از طرف کی میرید؟ ما از طرف مدرسه میریم. برای چی به من برینش که مدرسه فرار؟ کی داره برای فرار از مدرسه میره؟ یعنی قبول نداریم که از اومدیم امکانات و مردم در اختیار ما قرار دادن ما از این امکانات استفاده کنیم برای دوام این اختیارات. این غلط. ما باید از این امکانات استفاده کنیم برای خدمت. خدا شاهد است که تا الان که من خدمت شما هستم یک اقدام، یک عمل و یک حرف رو برای اینکه این برد تبلیغاتی داشته باشه نزدم. روش این دولت روش کار تبلیغی نیست، روش این کار واقعی است. یعنی دولت برای اینکه واقعیت ها رو درک بکنه 48مین سفر استانی رو انشاءالله فردا میره. یه رفتیم در مدرسه و سوار اتوبوس شدیم و رفتیم تقریبا ساعت 11 به ما افتادن 8 ساعت 11 آقای احمدی نژاد اومد و تقریبا تمام مدرسه کلش من اومده بودن. خب خوش گذشت؟ نه. چرا؟ شلوغ بود، ما زیر دستگاه نمیشدیم اصلا. 5-6 شب. بهتون چی دادن؟ یه سیدی روش این دولت روش کار تبلیغی نیست، روش این کار واقعی است.